نیست که مردم از فهم اصلی این فاصلهشون زیاد است، حتی متاسفانه کسان در حد علما. من خودم در درجه 6 تا بودیم از این مقابل من گفتم احادیث جعلی شنیده. یک بار یک استاد داستان رقصه میگه، گفت رفتم در مسجد خطبه میخوان، گفت مولا صاحب شروع کرد یک تا حدیث خوان جعلی. گفت من برش خواستم بگم، باز گفتم خیر با وقت ختم خطبه باز میگم یک کتاب کلام پیشوری خود مونده دیگه حدیث خوان این جعلی. گفتم چی رقم گپ است دیگه آخر خیلی میگم مولا تو چی گفت رئیسی کلش حدیث جعلی نمیگی؟ من گفت کدام حتما کدام و 20 پاره میزنی. من از کتاب الموضوعات شریف میگم کتاب الموضوعات الکبرى از مولا علی قاریس رحمه الله، او احادیث جعلی رو جمع کرده. این مولا صاحب نمیفهمیده که فلان بنام کتاب حدیث گفتم الموضوعات شریف است دیگه. دقت کردین آل ما در یک جامعه هستیم، پس لزوما وقتی هر حدیثی برای شما گفته میشه، بله اولین حق شما است که در مورد ازی بپرسین که حدیث صحیح است، البته از اهل تخصصش. گرچه یک باری که دیگه هم در این باب وجود داره، گاه وقتا یک دی مردم اینمی گپ از پیششان خطا میشه. یک قول مشهور است میگه که احادیث ضعیف هم در باب فضایل عمل شه و مشکل نداره. خود این گپ درست است، ایده زیادی از علما به این قول هستند که میگن اگر حدیث ضعیف بود باز در باب فضایل به او عمل کردن مشکل نداره. اول خود گپی علما باید فهمیده شود احادیثی که ضعیف باشه یعنی چی؟ یعنی حدیث منکر و حدیث جعلی نباشه. خیلی از احادیثی که در بین ما شما مردم به اصطلاح در مورد شایع شده از جمله احادیث جعلی هستند. حتی نقل احادیث جعلی و موضوعی رو علما جایز نمیدونن، چرا؟ سببی که در یک مورد خاصی به او عمل شود. یک گپ دوم، امو علمایی که احادیث ضعیف را در باب فضایل میگه بهش عمل شود مشکل نداره، گپ میشه مطلق نیست بلکه مقید است. مثلا مقید بودن به معنای اینه که اصل اون نوع عبادت و عمل باید در شریعت چی باشه؟ ثابت باشه و دیگه نصوص برای فضیلت و عمل آمده باشه. باز یک حدیث ضعیف هم که ما میگیم با اونا عمل میکنیم، به این هم میشه که عمل شود. یک گپ دیگهش است که یک دیگه علما میگن که حتی ما در باب فضایل هم به احادیث ضعیف نیاز نداریم. دلیلش چیست؟ دلیلش است که ما به حد احادیث صحیح و حسن داریم که اصلا نوبت به احادیث ضعیف نمیرسه. یعنی اگه یک نفر بگه که من با فضایل میخوام عمل بکنم، اگه این تانست کل احادیث صحیح را عمل کرد خلاص شد، بعد از اون اگه ورش وقت من باز میگه برو به حدیث ضعیف اگه عمل میکنی عمل کن، در حالی که امکان نداره. ای دقت کردین؟ پس اول خب یعنی اینجا چند گپ باید دقیق فهمیده شود. گپ اول، درست است که ایده از علما قائل به ایستن که در باب فضایل به حدیث ضعیف عمل میشه. البته خود دیگه به اختلاف دیگه به این قائل نیستن. نکته دومش است که خیلی از احادیث جعلی است. حدیث جعلی تا حدیث ضعیف فرق داره. خب تفکیک باید شود. حدیث جعلی یعنی که علما میگن اینی وضع شده، یعنی به پیامبر به دروغ نسبت داده شده، تا اینکه یک حدیث مثلا راویش از لحاظ مثلا عدالت نداره، این ضعیف است. دیگه شرایط داره، راویش عدالت نداره یا مثلا شاذ است یا دیگه مباحثی که متعلق به علم اصول حدیث است و دوستایی که بحث مصطلح الحدیث خوانده باشن ان شاء الله گپایی را که من میگم رو میفهمن. دقت کردین ان شاء الله؟ پس امیدوار هستم گپ جواب سوال گرفته باشید. جزاکم الله خیر. خب استاد بخیر آمده، خود هنوز داخل مسجد نامده، کسی گپ بفرمایید، شما بفرمایید. گپ چیز میگین؟ خب ما دوستان بگم جاری است یا ضعیف است که عمل کردن به عکس سنت آخر زمان به اندازه صحابه صد شهید است. این حدیث والله اعلم تا جایی که من یادم از باز مولوی صاحب هست تا به درجه حسن میرسه ان شاء الله. مولوی صاحب صلاح الدین هست به درجه حسن میرسه. بله البته این باز دیگه گپ داره. خب ما یک گپ مهم است که گاه وقتا یک موضوع نیاز به تفصیل زیاده داره. معنای از این گپ این چیست؟ یعنی ما وقتی یک نص میشنویم مفهوم کلی از اون را باید دقیق بفهمیم. چرا؟ همین که ما درس‌های اصول فقه به می خاطر شروع کردیم. یک برداشت بسیار غلط در بین مردم شایع است که یک حدیثی که میبینه برداشت بسیار سطحی از اون میکنه. دقت کردین؟ ما باید مفاهیم کلی را که یک حدیث میگه را باید به صورت کامل بفهمیم. به همین خاطر چون این گپ ضرور است ما از کتاب‌های حدیث کرده کتاب‌های شروح حدیث زیاد داریم. چرا؟ دلیلش همیست. دقت کردین؟ فهم نص لفظ آیت و یک لفظ حدیث میگن. دقت کردین؟ فهم یک نص همه جانبه باید باشه. خیلی از مردم از یک زاویه خاص یک مورد میفهمن، در فهم متناقض قرار میگیرن یا یک فهم سطحی میکنن و بر اساس اون قضاوت میکنن. یکی از موارد
یکی از مواردی که یک عده حتی در مقابل حدیث، یعنی یکی از شبهات منکرین حدیث همین گپ است. همین گپی که وکیل صاحب اشاره کرد، شما اشاره کردین. اونا میگن که در احادیث گاه وقتا بر یک عمل کوچک عمل بسیار پاداش بسیار بزرگی گفته شده. و چطور ممکن است به تعبیر وکیل صاحب میگه در عقل نمه. اول خب گفتیم که این در غالب نصوصی که در بین مردم شایع از جمله احادیث جعلی هستند، پس اونها را ما هم حجت نمیدونیم. اما آیا این درست است که با استدلال به همین گپ که چرا در یک حدیث بر یک عمل کوچک پاداش بزرگی داده شده دیگه پس باید حدیث رد کرده شود؟ این غلط به دلیل عزیز که این نشانه رحمت الله متعال است. در اینجا مثل که غالبا یک مورد یک کتاب میخوانم از شیخ البانی رحمه الله نقل است و در مورد یک حدیث تحقیق میکرد، غالبا در باب ذکر هست، فضیلت سبحان الله و الحمدلله الله اکبر اینا رو میگه. او به یک حدیث مواجه میشه که میبینه چی هست، فضیلت بسیار زیاده بعد از اینا ذکر شده. بعد میگه که خب ببینیم که چی هست. میگه من تحقیق کردم زمانی که متوجه شدم که این حدیث صحیح است، بسیار یک خوشحالی زیاده الله متعال در قلب من انداخت، بسیار با آواز بلند گفتم الله اکبر. دقت کردین؟ یعنی این نشانه از رحمت الله متعال است. و بنده با این که الله متعال در حق بنده هاش موارد وسعت رحمت خود نشان داده، به این ما باید خوشحال شیم یا خفه؟ این گپا باید با خوشحالی بپذیریم یا با ناراحتی رد کنیم؟ رحمت الله متعال است. دقت کردین؟ و یک موردش هم و دلیل از اینکه پیشیست که عمل به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در آخر زمان فضیلت بیشتر دارد. دلیل گپشیست که خود عمل به سنت خیلی از مشکلات و جنجال های زیاده را بر آدم ایجاد میکنه. یعنی تو به خاطر یک سنت بسیار جنجال کلان میمونی، مثل که معمول شده. نه ما گاهی وقتا اینجا من بعضی برادرها کتمه قاچاقکی بود میشه این سعی می‌کنه کس نباشه تو خراب کنه. چرا این گپ است؟ دقت کردین؟ امو مفهوم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگه بعد الاسلام غریبا و سیعود کما بعد. اما خیلی از برادرها از اینجا اومدن خوش نداره کس بفهمه که اینجا از متاسفانه چی گپ است؟ چی گناه ما شما چیست؟ گناه ما شما نه الحمدلله نه قتل کردیم نه دزدی کردیم. دلیلش است که روال حاکم در جامعه، ما در تقابل با برداشت حاکم در جامعه قرار میگیریم. دقت کردین؟ و مخالفت کردن با موج اجتماعی عظیم یک جرأت اخلاقی کلان میخواد. خیلی از برادران هستن من خیلی میفهمم خوب دوست داره که دمیج در درس اومد بیار بشینه، نمیتونه بیچاره. دقت کردین؟ یا مثلا واقعا مشکل داره یا کمی همتش پایین است، یا یگان تا دیگه بعضی برادرها هست میگن استاد بسیار دوست داریم که کتابی حداقل بشینیم قصه کنیم، هیچ نمیتونیم. دقت کردین؟ یعنی عمل به یک سنت مثل از این واریست که تو ده ها عمل دیگر را کرده باشی، به این خاطر پاداش و فضیلت زیاده داره. دقت منظور که مرا فهمیدین که چی گفتم؟ یعنی منظور ذات و عمل مطلوب نیست، به خاطر او هم مطلوب است، اما چون عمل به اونم و عمل ابعاد بسیار زیاد دیگه داره و طبعا انسان وقتی به خاطر انجام یک عمل در مشقت بیشتر واقع میشه پاداشش هم بیشتر است. ان شاء الله گپ ما گرفته باشیم. سنت گفتم از مفهوم که باید معلوم بشه که این سنتایی که خورده که در نظر مردم است اینه کل راه کلیت سنت. بله، یک مفهوم سنت دوستا یک بحث اصولی سیده باز ان شاء الله توضیح میتونم. مفهوم سنت چیست؟ مفهوم سنت از زاویه هر علم یک مفهوم معین داره. مثلا وقتی علمای عقیده میگن فلانی موضوع در سنت ثابت است، منظور از اونها سنت در روش کلی است که قرآن و سنت داره. کلمه سنت به کار میبرن، مرادش چیست؟ کل قرآن و سنت است. این علمای کی میگن؟ عقیده. مثلا علمای عقیده میگن فلانی مبحث اعتقادی در سنت ثابت است یا بر روش سنت است. مراد از او چیست؟ مراد از اینجا در اصطلاح علمای عقیده کلیت منهج است در قرآن و در سنت. شناخت این اصطلاحات بسیار گپ مهم است. یا وقتی علمای اصول فقه میگن سنت، منظور از اونها چی هست؟ منظور از اونها از سنت مجموعه کلی از اقوال و افعال و تقریرات پیامبر صلی الله علیه و سلم شامل میشه. اما وقتی علمای فقه میگن سنت، منظور از علمای فقه از سنت اصطلاح سنت به سلسله مراتب احکام است که ما شما میگیم فرض و واجب و سنت و مستحب. منظور این فقط تنها اصطلاح علمای چیست؟ فقه. و مردم معمولا امی اصطلاح را میشناسن. تو وقتی میگی سنت، مردم غالبا با مفهوم چی رو میگیرن؟ با مفهوم فقهیش میگیرن، در حالی که منظور ما مفهوم اعتقادی یا اصولیش است.
دقت کنید مثلا کلمه اهل سنت که با شما با کار میبریم میگه فلانی اهل سنت است، اینجا منظورش چیست؟ کی میگه؟ منظور کلمه اهل سنت و الجماعت، ما میگیم ما اهل سنت و الجماعتیم، منظور از اینجا از اهل سنت چیست؟ دقیقاً نه، اینجا منظور ما چیست؟ روش اعتقادی. کلمه ما میگیم ما سنیستیم، منظور ما چیست؟ منظور ما پیروی یک روش خاص اعتقادی هستیم که در تقابل با اهل بدعت قرار داره. دقت کنید. و این که خود سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم، من به عنوان یک سوال مطرح میکنم، باز بعدا پاسخ میدم تو وقت در ذهن ممکن در ذهن بعضی ها چی بیاد در صنف پانتونم گفت تا توضیح میدم، شغل تعجب میکنن چی گپ میگن. یک عمل از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است، با سند صحیح ثابت است. پیامبر یک گپ گفته، من همون گپ بگم کافر میشم. دقت کردین. یک مسئله دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت صحیح پیامبر به عنوان یک عمل دینی ثابت است، با سند صحیح. ما کارو بکنم کارم حرام است. دقت کردین. بعضی از موارد دیگه از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است که من اگر رو انجام بدم هیچ کدام ثواب خاصی هم برای من نمیاد. یعنی بعضی مواردش هست منظور موافقت با سنت، بعضی موارد اصل ایمان است که مخالفت با او کفر است. سنت با مفهوم که علمای اصول میگن خوب دقت کنین گپ مرا. بعضی از موارد موافقت با سنت پیامبر بر اساس تعبیر علمای اصول فقه اصل ایمان است، مخالفت با او کفر. بعضی از موارد فرض است، مخالفت با او حرام. بعضی از موارد پاداش داره و مخالفت با او گناه نداره. بعضی از موارد موافقت با او حرام است، بعضی موارد موافقت با او کفر است. پس اصطلاح سنت یک اصطلاح بسیار کلی و عام است و نیاز به توضیح زیاده داره. دقت کنید ان شاء الله. با میخواد در سلسله درس هایی که ما در باب اصول فقه داریم، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمه که میخوان موارد میگه اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، گاهی وقتا میگه اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. این در سنت صحیح پیامبر. ما میتونم این رقم کلمه بخونم؟ اگه من این رقم کلمه بخونم کفر است دیگه. دقت کنید. خب یک نفر بگه پیامبر گفته، خب درست است پیامبر گفته. این گپ مربوط به کیست؟ مربوط پیامبر خودش رقم کلمه خوانده میتونه. ما شما این رقم کلمه خوانده میتونید؟ نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه میگرفت، یک روز شبم چیز نمیخورد، روز دیگه باز روزه میگرفت. این میگن روزه وصال. صحابه هم شروع کردن همین رقم روزه گرفتن. رسول الله منع کرد، گفت ما چیزایی را میخورم که شما نمیتونید. یعنی این مخصوص کیست؟ یک امر عبادی ثابت شده در دین است، مخصوص به پیامبر. اگر کسی دیگه به عنوان یک مسلمان به روزه وصال بگیره گناهگار میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم همزمان بیشتر از 4 همسر در نکاح پیامبر بود. من میتونم این کارو بکنم؟ ما می 4 تاشو میگیریم زیاده. چرا سبایی که پس پیامبر 11 تا بگیریم؟ خب غیرتش هم نداریم، حکمش هم نداریم. دقت کردیم. یا مثلا بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد، خانمای پیامبر صلی الله علیه و سلم کس حق نکاح با او نداره. میشه که مثلا یک نفر بگه که ما مردم کسی که زنم نکاح کردن نمیتونه. این گپ گفتم میتونه؟ چرا خب از پیامبر هم کس نکرده؟ نه، این مخصوص به پیامبر از قرآن کریم میگه و ازواجه امهاتکم. اونا این حکم مخصوص است ولو حکم دینی است. دقت کنید. یک گپ دیگه خیلی از موارد از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است اما سر ما اصلا ثواب هم نداره ما اگه کارو بکنیم. مثلا یک نفر میره در جای رسول الله گاهی وقت سر خر رفته، گاهی وقت سر شتر رفته. مثلا ما والا برم طرف خانه بگیم یک خر بره که من به سنت عمل میکنم، تا خانه برم ثواب میبرم؟ خدا ثواب میبرم من؟ در حالی که از پیامبر ثابت است. بله ثابت است. اینی مسئله یک مسئله چیست؟ مسئله دنیوی هیچ ربطی نداره. حتی بر اساس خود لفظ پیامبر صلی الله علیه و سلم، رسول الله میگه شما گاهی وقت ممکن از مکه بیشتر بفهمید در امور دنیا. و در این باب روایت مشهور است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه آمد به مدینه. در مدینه مردم زراعت پیشه بودن و مردم مکه مردم تجارت پیشه بودن، مسائل زراعتی رو نمیفهمیدن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آمد دید که مردم درخت پیوند میکنه و پیوند کردن کار جالب است. نه درخت کلان شاخه رو میگیره، قطع میکنه، یک شاخه خردتره که درخت میشونه که تو ایران چیکار دیوانه میکنه. کس که نفهمه میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی آمد دید مردم درختای کلان میبرن، درخت خود شاخه خردتره که میمونه. پیامبر مثلا بدون از اینکه به اصطلاح گپ پرسون بکنه گفت این کارو نکنین. مردم هم نپرسیدن که چرا نکنیم. گفتن پیامبر گفت نکنیم. اما سال حاصلات خرما بسیار کم شد. پیامبر گفتن که چرا امسال خرما نشد؟ گفت رسول تو گفتی پیوند نکنی خرما نمیگیره. بعد پیامبر گفت انتم اعلم بامور دنیاکم. شما خودتان در امور دنیا از مکه چیستین؟ دانا دارین. من نفهمیدم دیگه. به همین خاطر از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم گاه وقتا که متردد میشدن که آیا اینی گپ پیامبر بر اساس وحی میگه یا نظرش هست، از پیامبر پرسان میکردن. بعضی از موارد نیاز به پرسان کردن نداره. پیامبر از مفاهیم غیبی گپ میزنن.
تا اینجا دیگه پرسان کردن معلوم نیاز نیست. چرا؟ چون پیامبر به عنوان رسولی گپ میگه. بر اساس چی میگه؟ بر اساس وحی میگه. یعنی چی؟ یعنی عملکرد پیامبر صلی الله علیه و چند بود داره؟ یک به عنوان رسول، یک به عنوان یک انسان عادی، دو به عنوان زمامدار، سه به عنوان قاضی، مواردی هم به عنوان قماندان جنگی. پس تفکیکی گپ بسیار باریکی های زیاده داره که پیامبر اینی کار کرده. به صفت چی کرده؟ به صفت یک انسان عادی کرده، یا به صفت یک قماندان جنگی کرده، یا به صفت یک قاضی کرده، یا به صفت رئیس دولت کرده، یا به صفت یک انسان عادی کرده. او کاری را که پیامبر مثلا به صفت یک انسان عادی کرده، سر ما شرعاً لازم نیست حتما همون کارا بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم همو لباسی که پیامبر داشت، شما هیچ کدام شما همون لباس ندارین. شما به خاطر مخالفت با پیامبر گناهگارین. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا طبیعتش فردی خودش است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا گوشت دوست داشت، گوشت و گوسفند دوست داشت. ممکن کسی از شما باشه که گوشت و گوسفند خوشتون نیاد، شما گناهگارین. یک نفر مثلا کدو را خوش داشت که کسی دیگه کدو را خوش نداشته باشه، این مخالفت با پیامبر کرده گناهگار شده؟ ربطی نداره. چون این بود چیز؟ بود انسانی عمل کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دقت کردین به همین خاطر تفکیک کردن اگه صحابه نمیتونستن تفکیک بکنن که پیامبر دیگه پس چی گفته ازش پرسان میکردن. بعضی از موارد خیلی واضح فهمیده میشه. پیامبر مثلا میگه این عمل ثواب داره، معلوم داره که اساس چی میگه؟ اساس رسول میگه، به عنوان رسول میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جنتی رقم است، دوزخی رقم است، از غیب بر ما میگه. این به عنوان چی میگه؟ به عنوان رسول، نه به عنوان یک انسان عادی. پیامبر میگه این عمل ثواب داره، این عمل گناه داره. این به عنوان چی میگه؟ به عنوان یک رسول میگه. دقت کردین؟ اما بعضی موارد دیگه به عنوان یک شخص عادی. به همین خاطر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر بود غالبا پیامبر صلی الله علیه و در یک جای برای لشکر انتخاب کرد. حذیفه پیش پیامبر اومد گفت رسول الله این جا که انتخاب کردی به اساس وحی است؟ اگر به اساس وحی باشه دیگه کسی گپ زده؟ رسول الله گفت نه به اساس وحی نیست، ما فکر میکنیم اینجا موقعیت خوب جنگی است. حذیفه گفت وظیفه خود فلانی موقعیت خوب تر است، ما شما در اونجا بریم سر دشمن مسلطیم، آبها هم به دست ماست. پیامبر گفت خیلی خوب از نظر خدا چی کرد؟ تغییر داد. در اینجا اما به عین گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت در صلح حدیبیه با مشرکین یک چیز امضا کرد، یک پیمان امضا کرد. نه ظاهر پیمان به ضرر مسلمان ها بود. خیلی ها ناراحت شدن، از همه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه ناراحت که یا رسول الله ما چرا اینو قبول بکنیم. رفت پیش ابوبکر شکایت کرد. ابوبکر اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و یا خود عمر رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه و یک جمله برش گفت من رسول خدایم و نافرمانی نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی اینی کار نه که کدیمی نظر شخصی ما این بر اساس وحی است، دیگه کس در این مورد حق گپ زدن نداره. به همین خاطر علما میگن اینی کار بر اساس وحی بود. حالا ما شما میدونیم با کفاری رقم پیمان صلح واسه بکنیم که یک مسلمانی اگر شما گرفتین خیره یا از مسلمانای ما رو بگیرین ما شما چیز نمیگین. یعنی همون پیمانی که پیامبر بسته کرد ما شما میتونیم بسته بکنیم. به اتفاق علما بسته کردن. چرا نمیتونیم؟ چون این یک حکم خاصی بود که به پیامبر آمده بوده. و به همین خاطر وقتی صحابه مخالفت هم کرد پیامبر برشون چی گفت؟ گفت من رسول خدا مخالفت الله را نمیکنم. دقت کردین؟ پس شناخت مفهوم سنت و سلسله مراتب سنت که سنت در کجا چی رقم حالت داره، در کجا ابو بسیار یک بحث گسترده و کلان است. یک غلط فهمی زیاد در این باب ما زیاد داریم. من یک نمونهش ذکر میکنم. در جامعه ما شما هم یا مثلا مردم از لحاظ ظاهری خیلی به سنت پیامبر پابندن. مثلا من تو یک لنگی بشم مرا بچه‌ها ملامت میکنه تی کاری سر له جزیره زکی ترش بدین هم تو ترش بدین. خب یک کسی میگه فکر نکن که دین فقط با آمیز که تو یکم اگریش موندی آینه کایت موندی من از خب من کاری داره کنیم. خب متوجه بسیار مقاله میکنن که تی لنگی نداره، خب چشمش هم سرماکدگی نیست. یک کی به سنت پیامبر برام از یک نداره دین گپ بگه. خب حالا در اینجا واقعا ما گناهگاریم. ما مثلا من میگم سلوگی ندارم، شما مسرکدگی نیست، چپانه که پیامبر پوشیده بودن نپوشیدیم، من گناهگارم. گپ دقیق منظوری گپم چیست؟ امی کسایی که امی داره میکنه عقیدهشون باز با عقیده پیامبر برابر نیست، اینی را باز متوجه نیست، عبادتش با عبادت پیامبر برابر نیست، اخلاقش با اخلاق پیامبر برابر نیست. در حالی که اولین چیزی که برابری ما با پیامبر باید باشه در چیست؟ اول در عقیده است. چون مخالفت در عقیده با پیامبر کفر است. این گپ قابل به اسلام مناقشه نیست. اما مردم او را نداره، اما یک مسئله ظاهری را که این الزامیت شرعی نداره. از لحاظ ظاهری مثلا پوشیدن لنگی کدام حکم شرعی نیست، فقط در صورت یک نفر از این عمل ثواب میبر. اصلی عمل مباح است. زمان ثواب میبری که تو به قصد مشابهت با پیامبر کار بکنی. دقت کردین گپ مرا؟ فقط تو در وقتی ثواب یعنی ذاتی عمل کدام ثواب نداره. مثلا تو یک دو رکعت نماز میخونی، ذاتی نمی عمل سنت است و ثواب داره. دقت کردین؟ اما لنگی زدن ذاتاً کدام ثواب نداره، بلکه تو زمانی ثواب میبری از لنگی که نیتت مشابهت با چی باشه؟
با پیامبر. در غیر از اون حالت مردمای سمت شمال دیده باشین همین مردمای مزار اینا رو نه لنگی میزنه شف لنگیش تا بغل پاش در زیر دستش هم دو بودنه. حالا منظور از این لنگی مشابهت با پیامبر است. یک فرهنگ اجتماعی. یا مثلا بعضی مردمای مثلا خوست ما شما نه یک لنگی میزنه که تو حیران میمونی که چی هست، تو بسیار کتر رنگ عجیب غریب. منظور از او عمل مشابهت با پیامبر است. این فرهنگ اجتماعی ایشان است. دقت کردین گپا؟ پس گپ اولی است ما باید در عقیده با پیامبر مشابه، اما عقیده که پیامبر داشت ما باید داشته باشیم. دوم در عبادت، هر عمل عبادی که انسان انجام بده پیامبر انجام نداده بود چیست؟ حرام، بدعت است و گناه. و چقدر مردم است که در باب سنت های ظاهری بسیار جدی است، متوجه شدین، اما عقیدهش مثل عقیده پیامبر نه، عبادتش مثل عبادت پیامبر نه. در اخلاق کل ما شما مشکل دقت کنین، در حالی که موافقت با اخلاق پیامبر هم فرض است. این نکته هم دقت بیشتر بکنید. ما شما غالبا در باب دین وقتی گپ میزنیم همین جایگاه عبادت برای ما بسیار غالب شده، خوب بودن یک نفر به اساس عبادت بیشترش میسنجیم، در حالی که زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد یک زن از پیامبر بسیار توصیف کردن که یک روزه میگیره، که یک نماز میخونه، که یک قوت میکنه، که یک قوت میکنه. خب یک مشکلک داره بیچاره که همسایه‌اش از عذاب است. پیامبر گفت هیچ خیری در وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی در عبادات فرایض خو انجام میداد، در نفل هم بسیار پیش رفته بود، اما به خاطر نقض یک امر اخلاقی پیامبر گفت هیچ خیری در وجود نداره. پس گپ بسیار مهمی که کلگی فراموش کرده. مثلا معمولا گفتیم مردم وابیا زیاد پشت سنت های عبادی را گرفته، خو اینا پشت سنت های اخلاقی نگردن و به خاطر عدم رعایت سنت های اخلاقی مورد ملامتی هم قرار میگیرن و بجا هم هست که ملامت شون. هست یا نیست؟ من گپ چی میگم نه؟ ما شما پشت یک عمل سنت عبادی را گرفتیم که از سلسله مراتب احکام و از جمله سنت هایی است که انجام بدیم ثواب داره، ترکش بکنیم گناهگار نمیشیم. اما سنت های اخلاقی پیامبر، رعایت سنت های اخلاقی پیامبر چیست؟ سنت از واجب از فرض از چیست؟ فرض. رعایت سنت های اخلاقی پیامبر فرض است. چند فیصد ما شما رعایتش میکنیم؟ و این هم مد نظر داشته باشین که 100 دانه سنت عبادی به اندازه جایگاه یک فرض نمیگیره. پس اگر یک نفر کاملا عبادتش مطابق سنت پیامبر است اما از لحاظ اخلاقی به سنت پیامبر عمل نمیکنه، به تعبیر پیامبر هیچ خیری در وجود نداره. دقت کردین؟ پس شناخت مفهوم سنت یک بحث بسیار گسترده و وسیع و کلان است و ان شاء الله این مبحث باز در درس‌ها به صورت درس‌های اصول فقه تفصیلی میگم. استاد داینا اومدن از اول میگم وقت اصطلاحی الصلاة والسلام علیک یا مولد یا محمد رسول الله. هیچ نوع اساس نداره. الصلاة والسلام علیک یوم ولدت یا محمد یا رسول الله. بری لبیا جور کردن، پشت اونا پشت میلاد گرفتن. انا خاتم النبی لا نبی بعدی. بله دیگه حدیث پیامبر است. انا خاتم النبی لا نبی بعدی. من خاتم پیامبر هستم و بعد از پیامبر نیست. اما این پشت این طرفش نکنید چه جالب. این طرف بلا این طرف سنت. حالا تفکیک ایگا دخترک تو بشی ها آفرین. میشه دارم چی پس خورد بود. دقت کردن تفکیک از ایگا بسیار مهم است. انا خاتم النبی، من خاتم پیامبر هستم و بعد از من پیامبر نمی. این حدیث است. این طرفش است یک بدعت. پس چقدر نزدیک است. و تفکیک از این نیاز به علم داره و نیاز به تحقیق داره و موارد از این خرید. خب نکن گفت کمی پیش بیان که جاشم. خب درست است. برادر سوال کرده که ما در جای رفع یدین کنیم، کس ما گفت نکن. اینجا حدیث هم ما داریم در باب رفع یدین. بله احادیث صحیح و صریح هست پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است و تقریبا اکثریت قاطع فقها به او چی هستن؟ قائل به سنت بودن از این هستن و یک عده زیادی از علمای منصف و محقق مذهب حنفی هم به این قائل است. دقت کردین؟ یک عده زیادی از علمای منصف و محقق
حنفی مذهب به سنت بودن رفع یدین قائلن، مثل شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله در کتاب حجت الله البالغه سنت بدن و دیگه موارد از این قبیل. اما یک نکته را دوستا مد نظر داشته باشن. البته این اجتهاد محض ممکن یکی از استادای دیگه موافق با این نباشه، مثل که خودم عملا بحث کردم، این اجتهاد محض. اگر به خطا باشم الله ما را ببخشه و اگر به حق باشیم الله با ما اجرش بده. من بیشتر گفتم که شناخت اهمیت سنت گپ بسیار مهم است. خب معنای گپ چیست؟ همه سنت هایی که در جامعه ما شما در باب عمل به اونها جنجال جور شده، در این مثلا ما چی باید بکنیم؟ ما در همین روزا در مورد باب مسئله باب ای که جهل در تکفیر عذر هست یا نیست، الحمدلله کتابای زیاد را دیدم و در اونجا یک نکته مهمه را که مفهوم کلی که به خود گرفتم است. شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میدونین نام مشهور داره و از جمله علمایی بوده که الله برش بینش دقیق از اسلام نصیب کرده بوده. الله امتحال بر همه ما شما نصیب بکنه. او میگه درست است که مثلا انجام یک عمل کفری و صحبت کردن، بیان یک قول کفری کفر است، اما شرایط جامعه دیده میشه. یک نفر در چی جامعه ای گپ گفته؟ آیا در یک جامعه که مردم عقیده را میفهمن، کتاب الله برشان رسیده، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان رسیده، علما حق بیان کردن، یا نه در یک جامعه ای که موارد شرک به عنوان ایمان معرفی شده، کفر به عنوان اسلام معرفی شده، بدعت به عنوان سنت معرفی شده، دقت کنین سنت به عنوان بدعت معرفی شده. در این یک جامعه مردم عام با مردم عام چی نوع تعامل شده؟ دقت کنید، همه مردمایی که برای ما شما در جامعه زندگی میکنن و اونها رفع الیدین را ترک کردن و ترک رفع الیدین را به عنوان یک سنت عمل کردن، به نظر شما گناهگارن یا ثواب میبرن؟ ثواب میبرن. متوجه شدین؟ ما فکر میکنیم اینا چیزن؟ گناهگارن، اما ثواب میبرن. چرا؟ به خاطر که او با نیت مطابقت پیامبر صلی الله علیه و آله کرده. یک دوم دلیل هم داریم. درست است که از لحاظ درجه بندی حدیثش به اندازه احادیثی که در مورد اثبات رفع یدین آمدن نیست، اما هم حدیث وجود داره و حداقلش است که حدیث حسن است. گرچه ایده او رو تضعیف میکنن، اما در باب صحت و ضعفش است اختلاف وجود داره. این گپ یک طرف میمونه. خود نیت اصلی امینور که یک عالم به عنوان عالم دینی با آبا و قبا آمده درش گفته این حدیث پیامبر است و سنت پیامبر صلی الله علیه و به سنت عمل کرده و وقتی بفهمه که خلاف از سنت است بازم اون عمل میکنه، این ثواب خودم میبره. دقت کردین؟ حتی از این بالاتر مجتهدینی که در شناخت یک حکم اجتهاد میکنه، در شناخت یک حکم چی میکنه؟ اجتهاد میکنه. در یک بحث بسیار مهم اعتقادی خطا میکنه. در یک بحث بسیار مهم اعتقادی چی میکنه؟ خطا میکنه. شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگه که یک اجر میبره. در بحث مهم اعتقادی یک مجتهد اجتهاد میکنه و ازش خطا میشه. شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگه این ثواب میبره. یک ثواب میبره. یا چند بار؟ یک بار. خب بس اعتقادی بار کار نداره. عقیده تو نیست که عمل شونه. این عقیده هست. دقت کردین متدکلت نمانه دیگه. این خب عمل نمیشه بود. دقت کردین مفهوم گپ مرا؟ پس امی که یک عده از مردم بر اساس انگیزه دینی که فکر میکنه تو مخالف دین عمل کردی با شما مخالفت کرد که از او جنجال و نزاع نکنین، بلکه اصلی نمی انگیزش شما باید قدر بتین. منظوری گفتم نیست که بگین تو بگی خب کتی با سنت یا با سنت پیامبر مخالفت کرد به خدا تو فنگ باشه کارش گپ میزنم. من منظورم این نیست. من منظورم است که این جامعه یک جامعه دین دوست است. جامعه چیست؟ دین دوست است. اینمی انگیزشان را ما قدر میتیم. من خودم در مسجد پیش خانه ما بعضی قاری صاحبا اینجا نمیگم خبرم نشه اینا. درس داشتیم یا تو کتاب مخالفت میکردم، تو مخالفت عجیب غریبی بعض وقتا باشه تکرار میکنیم چون به نظر من جالب است، ممکن به شما جالب باشه ولی به خودم جالب است. ما در مسجد ما گرچه در اونجا هیچ وقت مسائل فقهی را بحث نکردیم، همیشه غالبا یا عقیده بحث کردیم یا مسائل تزکیوی یا مفاهیم اخلاقی را. با وجود از این میگه که تو وابستی. خب من حساب کنم که وابی نه تو وابستی. باز من تو خودت خوب آدم هستی. همین شاگردایت الله الله خصوصا نماسی این شاگردایت من خدا اونجا رفع یدین نمیکردم، میگفت تو خوب آدم هستی شاگردایت یا اینا که اصلا بسیار خب ما در داخل مسجد درس میخونیم بیرون کلی سفیدام تو قطار استاد از در میزنن هر چیز میگن. من از مسجد برآمدم
دیدم که دوستان هستن و منظورشون دعوا کردن کتم بود دیگه، منتظر بودن که کداز یک دیگه یک دو کلمه ما گفتیم، یک دو کلمه ما میگه خوبی داره، اما تو خوب صحیح به اصطلاح خود مردم هم نرم میکنیم که دیگه این کارا نکنه. من برآمدم خو هر کدام شهر گپ زد، یک تاش ما شوخی میگم کوکو قال مقالی بود، کوکو قال مقالی رفتم تو 200 دقیقه پیش کردم که سلام بتون برش به تو پشت رفت این کمی دوست خدام میکنه با من نزدیک نشو بابی، با من نزدیک نشو ما خنده گرفتم، کمی ناراحت شدم. ناراحت نیم بخاطر چی رقم خزایی نیست، نگاه میکنم وابین وابی دست بده گپ بزن. خنده بخاطر اینکه گرفت که سعی کنه بیچاره رو انگیزش ببین. فکر میکنه یک نفر پیدا شده از امون انگلیسا، پیسه هم از کجا باشم میتن یهود نصارا میتن. حالا آمده چند تا جوان در مسجد ما چی میکنه؟ گمراه میکنه. انگیزش چیست؟ دفاع از دین، دفاع از اسلام. دقت کنید من گفتم کوکو من همین انگیزه‌ای که باعث شده تو اومدی در مقابل مثلا شده من اینو خیلی قدر میتونم. گرچه یاد رفت آمریکا اومدی پشت من خو خیر بازم چون انگیزه تو چی بوده؟ خیر بوده، اما شیطان که تو را گرفته از دیگه جا به دیگه جا آورده. کاش که همین تو استاد بشیم سر که ما گفت از این پیش خانم این پیش در دروازه مسجد آمریکا تر میشه. کاش در مقابل از استاد میشه دیگه میگفتن گفته مردم دست از بوسیدن است. خب خیر الله مقابل بام که استاد شدی انی که تو با انگیزه دینی استاد شدی پیش ما قابل قدر است. اما من کتاب جنجال نمیکنم. گفت چرا نمیکنی؟ من بخاطر که تو دین نمیفهمی، از قرآن حدیث برات میگم. عقلت هم بالا نیست که دلیل عقلی میگم. من رفتم خدا حافظ. اما طرف دیگر از جالب بود. بچه‌ها اونجا که کدام برنامه میگفت من خبرم نمیبودم سرم میشد. یعنی الله شاید از بسیاری که خبر نمیبودم من خود سرم میشدم. مثلا که در زندان بندی بودیم در دیگه جنجال در دیگه اتاق کس جنجال میکرد که مثلا اونجا کسایی که الله میتونه شما رو حفاظت بکنه اونجا باشیا هست و کارمندا هست، کسی که از اون جنجال میکرد من بیخی خبر نمیبودم. میگفت کلش کار مباشر از من خبر نیست، یعنی کار دوستم. بچه‌ها برنامه درسی گرفته بودم من خبر نبودم. هم رفتم برای نماز گفتن برآمدم که نفر آستیناش برزدگی چوب سمت میدم دستش. اما تو رسمی گپای بعدم گفت که دیگه جو درس نده. بی سفیدم بود. من کسی سعی کردم گفتم که چرا مشکل چیست؟ گفت نمیفهمم دیگه درس نده. خب درس نده. صحیح. دیگه من گفتم درس میدم صحیح که خجالت شد. پس یاسین خودم کما که بان کرد گفت صحیح. چو خودم کما که پوت. خب هدف گپم چیست؟ منظور گپم نیست که شما با همین مردم تقابل نکنین. پیامبر صلی الله این مردم خب مسلمانن الحمدلله و معذور به دلیل از اینکه برشون گفته نشده. امیال هم که برشون گفته میشه اونا خو نمیفهمن. تو بیا بریم پیش فلانی مولوی شو تو مولوی کلان است. تو خود دیدین نه؟ تو مولوی کلان است. تو بیا بریم پیش از اون مولوی کلان که میرن برش میگن یک نفر اومده اینجا تو کار این تو میکنه در نمازی چی رقم است میگن وا 20 میشه مردم بعد است. خب آری بیچاره چطور کنه؟ امی آدم عامی خوب منظور گپ ما است که درک بکنین جامعه را و مردم. امی آدم عامی بیچاره کی چیزا نمیفهمه. از تو شنیده دیده که رقمی میکنه این چی گپ بوده باشه. بلا فاصله نگاهش نمیتونی میره از بالا پرسان میکنه. مولا هم برش میگه که اینا وابستن. نمیفهم یهود نصارا بعضیا پیسه میده که نمیفهم اینا هزار تا کفر سرتان میچسبونه. امی مردم معذورن و نیاز به چی داره؟ نیاز به بیداری دارن و گپ مهمتر نیاز به تعامل درست از طرف شماها و ماها دارن. دقت کنید من البته بعضی برادر مردم منطقی گفتم تو حال رفیدن نمیکنم. تو اینا میاد یکی میگه خطر تو دمیز. خالی یک کسی از اون کاکاهایی که بسیار هم تو جدی داره گاهی وقتا باز که به من پیدا میگه من میگم بیا اونجا بشی. اونجا برای من گپ زدیم توضیح دادیم که همین حالات و شرایط باید بفهمیم. من گفتم که مثلا من در همین مسجد خودم رفیدن نمیکنم. خدا پانتون میکنم دادگاه مسجد میکنم چرا نمیکنم؟ من گفت خطر تو دمیز. تو از وابیایی هستی که در جنجال میکنی برای جنجال جو نمیکنی ظاهرا اما مردم گمراه میکنی. من گفتم که من گمراهی چیست؟ منظور تو از گمراهی چیست؟ من اگه در اینجا عمل نمیکنم بر اساس یک حکم شرعی نمیکنم. او چیست؟ که برای من اولویت اصلاح عقیده و باور مردم از اینجا و من میفهمم که اگر در اینجا به این سنت عمل بکنم دیگه مثل که عملا پیش از پیش آماده به اصطلاح جنگ بودن عملا که تو سوتا آمده بودن. خب من اگر به این سنت عمل بکنم بعد وارد مرحله جنگ شد و این درست است به من؟ ما میگه نمیخوام. ما گفتم امیال از ما جالب بود جب اول یک حلقه خورترک داشتیم. این تجربه هست. من هدفم اینه که نگین چه گپ بزنم. این یک تجربه هست. یک حلقه خورترک داشتیم چند تا بچه اومد باز سفیدا بچه‌های دیگر راه میکرد که ما بریم کی چی میگه میگه په غلط گفت که جنگ کنیم. خیلی از بچه‌ها حالا میگن ما به خاطر از این میگیم که تو گپ غلط میگه جنگ کنیم. حالا گفته خودش میگه ما از دست رفتیم.
خب این جوانا این رقم از دست رفتن. جالبی بود که یک ریسفدا در رمضان ما درس داشتیم رو کنجه خب بیکار نمیدن ریسفدا اونجا میبودن ریسفدا خب مخالفتشون میخی واضح بود. باز از دور بعضی گپای ما میشنیدن. با دیدم یک شب کمک تو نزدیک آمده میره آخر ما دلقی درسیم. گفت نه به خدا تو گپای بد نمیگی. دقت کنید یک تو دیگه آورد. خلاصه یک تعداد زیادی از اون کسانی که بسیار مخالفت داشتن. ریسفید هم بودن مخالفت داشتن. ما خاطر هیچ گپ بد نشنیدیم. هر وقت از قرآن میگه از حدیث میگه گپ خوب میگه. هیچ وقت رقمی کارا خوب بخی نمیکنه. نیست من کمک دست خودم بالا میگرفتم. یک بار این مولوی صاحب من گفت استاد پینج گفتم چی گپ است مولوی صاحب؟ گفت من میفهمم که این کارا سنت است اینی سنت است اینی بدعت است. همین یک خواهش است دارم. من گفتم خدا این چی خواهش بسیار مهمه کرد. یک کمک این پایین نزدیکم دستم پایین میگی. این مشکل حل میکنه. اگه حل کنه خلاص دست من بخی شوخی کنم از زیر نافم پایین. پایان بخی چسبیدگی. شما جامعه را درک کنین. این به اصطلاح غیرت دینی نیست که یک نفر ریسفید از مرا گفت که تو مثلا تمام که ما هم تو بیابش کردم زده میشه. شما فکر کنید این کارتان شاید ثواب باشه در حالی که این کار گناه است. بازم گپ مرا غلط نفهمین. من منظورم این نیست که سنت عمل نشه و منظورم این نیست که سنت بر مردم نرسه. هم به سنت ها عمل شوه و هم سنت ها به مردم برسه، اما جامعه را درک کنین، جامعه را بفهمین و تعاملتان با جامعه را هم چی کنین؟ سنجیده و معقول و مشروع عمل بکنین. دلیل از این گپ چیست؟ دلیل از این گپ است که گاه وقتا بر اساس یک ضرورت مهمتری یک کار غیر مهم را بر اساس ضرورت موقت ترک کردن خودش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خانه کعبه که تا فعلا وجود داره این را کی جر کرده؟ مشرکین جر کرده و خلاف همون چیزی که ابراهیم علیه السلام رو جر کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عایشه رضی الله عنها میگه اگر قوم تو از جاهلیت فاصله نمی داشتن من خانه کعبه را خراب میکردم و او را دقیقاً بر اساس اون ساختار جور میکردن که ابراهیم علیه السلام جور کرده بود. دوستایی که مکه رفتن حتی یک قسمت بیرونی است نه چهار کنج خانه کعبه است تو یک دایره گک وارد او هم داخل خانه کعبه باید باشه. دقت کنید اما وقتی که مشرکین مکه را می‌خواستن بسازن گفتن امو پولای را باید در خانه کعبه مصرف خانه کعبه باید استفاده بکنیم که به اصطلاح حرام نباشه. اونا هم حلال و حرام با تعبیر خودشون میفهمیدن. اما پیسه‌ای که جمع کردن کمک شد. گفت خیلی خانه کعبه کمی خورترک میکنیم چی فرق میکنه؟ یک قسمتی از خانه کعبه را چی کردن؟ از خانه کعبه بیرون کردن و خانه کعبه دو دروازه داشت که یک طرف یکی دیگه طرف. مثلا گفت برای عایشه رضی الله عنها میگه اگر قوم تو از جاهلیت فاصله نمی داشتن من خانه کعبه را از بین میبردم و این را به اصطلاح بر اساس عموم موقعیتی که ابراهیم علیه السلام میره بنا کرده بود بنا میکرد دو طرفش هم دروازه میذاشت. اما این کارو نمیکنم. چرا؟ با وجودی که پیامبر است و مردم به پیامبریش ایمان هم دارن. مکه هم قدرت نظامی هم بدش است، قدرت سیاسی هم بدش است، مردم قبول میکنن. بازم پیامبر واکنش مردم چی میکنه؟ رعایت میکنه. اما تو میمانیش. متوجه منظورم شدین؟ پس یا مثلا مصیبتی که عبدالله ابن ابی در راه میامد برادر امیگه په یادآوری کرد که جالب است. علما اینو خوب توضیح میدن. مصیبتی که عبدالله ابن ابی در مقابل در جامعه اسلامی داشت از او که خطر بزرگ دیگه وجود نداره. هر منافقی ضررش به اندازه عبدالله ابن ابی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه منافقای امروزی در مقابل ما شما که ما شما از کمک کم نیستیم. اما منافق دوران پیامبر در مقابل کی قرار داشت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس گپ باید تفکیک بکنه یک نفر نه در مقابل عمو شخص پیامبر چی میکرد؟ یعنی موارد زیاد از پیشش بسیار واضح کفر میشد. اما بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی صحابه کم تو تیز بودن مسلمان را میگفت بان که می گردن از این دیم یک طرفشه. پیامبر صلی الله چی میگه؟ حکمتی نیست. میگه من دوست ندارم مردم بگن محمد یاران خدا میکشه. دقت کردین؟ یعنی چی؟ یعنی برای مردم زمینه تبلیغات منفی را مساعد نباید بکنیم گرچه کار مهم است. متوجه منظور من هستین؟ این سنت پیامبر است. سنت پیامبر این است در تعامل با مردم، در تعامل با کلان منافقین که حتی سر ناموس پیامبر تعارض میکنه. شما میدونید عایشه رضی الله عنها را متهم به بعدی کار بد کرده. در مقابل امو با وجود عمق کارایش وقتی وفات میکنه پیامبر صلی الله علیه و آله نماز میخونه. باز الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و آله از این کار چی میکنه؟ منع میکنه. دقت کردین؟ پس ما
به سنت پیامبر عمل بکنیم، سنت های مهم را بفهمیم. عمل بر افزایدن یک سنت است. تعامل با مردم مسلمانی که در جامعه هستند و بر از اونها شریعت الله نرسیده، این سنت به مراتب مهمتر از این سنت دیگه است. میفهمین چی میگم؟ دوباره ایگه بخواد تکرار میکنم. خب عمل بر رفع الیدین به عنوان یک سنت کار بسیار خوب است. عمل به آمین بجهر هم بسیار کار خوب است. اما از این که کار خوبتر و مهمتر و اجردارتر است که شما در تعاملتان با مردم جامعه که به این سنت ها آگاهی ندارن و از انگیزه دینی با شما مخالفت میکنن، او تعاملتان نیکو باشه. از این سنت که چیست؟ ثواب به مراتب بهتر و مهمتر و افضلتر داره. میفهمین که من چی میگم؟ نه کی میگه این گپ مرا صحیح مطمئن باشین بفهمید، چون بسیاری وقتا غلط فهمی میشه. گپ مرا فهمیدین؟ کی میگه این گپ مرا؟ بگه استاد دماجت ما اینو تو جای بند کردن 4 بار 5 متر نوشته کردن 100 تا حدیث آوردن که رفع یدین نکنه. آفرین. ولی داخل از استاد سعی کنیم این املایی که نوشته کردن که از جماعت که املایش حتی غلط است. یعنی بدون از امو املایی که ما را رفع یدین منو میکنه ولی ترتیل نمیکنه. یه ترتیل نمیکنه. ما گفتم اون کی رو استاد میکنم میگم خدا آدم دقیقاً. حالا این گپ به معنای زین است که ما برای اصلاح مردم تلاش نکنیم. قطعاً برای اصلاح مردم تلاش کنیم، اما با روش نبوی. باز خوب دقت کنین، برای اصلاح مردم سنت پیامبر را رعایت بکنیم و این گپ بسیار مهم است. و اگر برادرای ما شما حتی کسی از ملاها نباشن سرما کار نشن، حتی علمای ما اگر امی گپ را رعایت میکردن، اینقدر بار منفی که امروز در مورد دعوت آمده ایجاد نشد. ما بعضی از گفتم این اجتهاد است، به همین خاطر که بعضی استادا گفتم که استادا در همین جیگه به عقیده مهم است، خیر چند روز سنت نه من گفت تکذیب تو چی گفت؟ این نشانه ما شده. گفتم نشانه ما نباید شود، این یک سنت از همین جایش قرار بدین، این از عقیده که مهم نسازین دیگه. میگه نه تو هم دیگه پای ناخم میزنی، حتما تا تاثیر از دیگه پا قرار گرفتی. باز آسان شده میگه اخوانی برآمد گم که نه سلفی نیست. نه سلفیت همیست که تو مفهوم گپ پیامبر دقیق بفهمی و در تعامل با جامعه او را رعایت کنی. متوجه منظور ما هستین؟ پس من از همه برادرای عزیز ما توقع دارم که یک سنت که از لحاظ فقهی سنت است، او را مهمتر از خیلی از فرایض دیگه قرار ندین. به خاطر یک سنت ده ها فرض نقض نکنین. احترام یک عالم به عنوان یک عالم واجب است ولو اشتباه بکنه. احترام یک بزرگ به عنوان یک بزرگ فرض است ولو اشتباه بکنه. پس به خاطر یک سنت یک فرض نقض نکو. دقت کردین؟ قرآن و سنت دقیقاً انسان وقتی مفاهیم کتاب الله و سنت پیامبر دقیق بفهمه، ایمان میاره که این شریعت از جانب الله حکیم است. شما ببینین از شرک گپ بد دیگه وجود داره؟ دیگه وجود نداره. نه؟ قرآن چی میگه؟ در مورد والدین و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروف. یک نفر پدر و مادر مشرک داره و پدر و مادر مشرک هم از اون مشرکین بی غرض نیستن که تو کار نداشته باشه، تو را به زور میخواد مشرک بکنه. فلا تطعهما، ده این باب ازش اطاعت نکن، اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، به طریق نیکو کتش برخورد بکن. پس اینجا کتاب الله برای ما چی رو یاد میده؟ برخورد نیکو کردن با یک آدم مشرکی که تو را با شرک دعوت میکنه، این را هم انجام بده اما از شرکش هم اطاعت نکن. حکمت یک انسان در نیست که بتونه بین اینی دو دانه جمع بکنه. متوجه شدین؟ ما باید این جامعه را سنت های پیامبر را بفهمانیم. در این جامعه با سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بله باید عمل شود. سنت های پیامبر به مفهوم کلیش که بیشتر گفت باید این زنده شود. اما آیا به خاطر عمل به سنت های پیامبر فرایض نقض کنیم؟ آیا احترام یک بزرگ باید نقض بکنیم؟ آیا یک مولای مسجد باید بیاب بکنیم؟ آیا یک ریسفید جاهل بیچاره که برای او گپ نرسیده باید که از او جنگ بکنیم؟ نه، احترام از اونها را هم رعایت بکنیم و به طریق حکیمانه و درست اونها را بفهمانیم. به طریق حکیمانه و درست و قبل از اینکه برای فهماندن دیگرها اقدام کرده باشیم خود بفهمانیم. من یک سوال میکنم بازم قار نشکستم. امی برادرایی که به خاطر امی سنت ها خوب آماده گیت کشیستن اما آماده مسلح است، چقدر خودشان امی سنت ها را میفهمن؟ حداقل امی لفظ امی حدیث یاد داره. چند نفر داره لفظ حدیث رفعیدن یاد دارین که بعدی رفعیدن عمل میکنه؟ چند نفر یاد داره؟
دیگه میبینین اونا در یک رقم مشکل دارن، ما در دیگر رقم مشکل داریم. چی رقم است؟ او هم سر یک نفر اعتماد کرده که اینمی عالم خیلی خوبه، هر چرا که میگه سنت پیامبر است، پشتش نگشته که واقعا همین رقم است یا نیست. ما همین رقم هستیم. فرق ما در چیست؟ فرق ما در چی شد؟ پس وقتی شما خودتون معذور می‌دارین، نه چرا اونا رو معذور نمی‌دارین؟ نفهمین من چی میگم؟ آفرین. اونا گپ از اون متوجه بودی؟ او یک بسته اما تو 100 تا حدیث آورده قطار کرده. او فارسی خوانده. او نسائی نخوانده، ابو داوود نخوانده، ترمذی نخوانده. خوانده. برای ترک افادن از حدیث مسلم استدلال میکنه. که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه گفت که شما چرا دوستان مثل دم شترواری بالا، دم اسواری بلند میکنید. به استدلال میکنن. هدف گپ چیست؟ گپ بفهمین دقیق. شما خودتان دامه قد قناعت دادین یا نه؟ خوبم دامه قناعت دادن. گپ چیست؟ گپی است که ما هم دانش خود دقیق تر بسازیم. و از او که مهمتر فهماندن مردم به روش درست باید یاد بگیریم. گپ ما بفهمین خوب. من منظور من مخالفت با سنت نیست. من منظور من صحیح فهمیدن سنت و صحیح فهماندن سنت است. بفهمین که من چی میگم؟ مطمئن باشم که باز برای این چیزی شروع کرده، این گمراه شده، این که از نام برآمد گمراه شده. در حالی که گپا رو با اون وقت هم نگفتیم. دقت کردین این گپا رو بفهمین، دقیق بفهمونین خدا. و اینی کار اساسی و درست دینی است. جنگ کردن فرق کس میکنه. برای عمل به سنت چند نفر شما آماده جنگ هستین؟ برای فهمیدنشان چند نفرتان آماده؟ اینی مهم است. جایی که ما هستیم مثلا مردم مولای خود گفته که سنت است. آفرین. باز بعض مردم میولن مخالفت میکنه. بله. ولی خود مولای خودش انجام نمیده تا بدعتایی که این مردم روی سفید میگه خود بسیار زیاد. بله. چطور کنیم؟ دقیقاً. مولای فهماندهشون نمیکنه. نه، سعی کنین. فهماندن این رقم گپ است. خب یکی شنیدن یک گپ است، یکی قناعت کردن به یک گپ. بسیار تفاوت وجود داره. خب این گپ رو هم دقیق بگیرین. یکی شنیدن یک گپ است، یکی قناعت کردن به یک گپ است. امی دوستایی که در این جمع فعلا هستن، چند نفر شما از جمله مخالفین سرسخت وهابی بودین که آماده جنگ بودین با وهابی؟ چند نفرتان بودین؟ چی شده اینا را؟ قناعت کردن و فهمیدن. این راه حل. این راه حل است. نیست. اول که رفتم ما را گفتن که پیش از یا بگید چه رقم مردم است. این شاد نه استاد درس میداد میدادن. گفتم چه رقم مردم؟ این چه خوشحال شد. رفتم گفتم امام صاحب یا توفیق میکنه داو بزنه. ما والا درس استاد کوثر استاد دایی را گوش نمیکردم. اول سعی میکردم که از دون از چه وقت نه خودم دارم متوجه گپ ما هستین؟ یعنی خود ما بس امی چیزی که سر ما آمده را در مورد مردم رعایت کنیم. گپ من فقط همیست. من مطمئنم پیامبر صلی الله علیه و آله میگه خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاهلیه اذا فقهوا یا اذا تفقهوا، اگر روایات اشتباه نبوده باشه. عمر رضی الله عنه از جمله اموش زدنیای بود که در مقابل پیامبر تصویب قرض گرفت، گفت این نفر قلمش جمع میکنم، اما وقتی فهمید شد اما یک نمونه میشه میگم والا میگم این مولوی متوکل نه که حالا روابی بودن خب بخی بیرق بالاست. میگه وقتی در مجلس بر ضد وهابیت گفت یک مجلس برگزار میشد، من دو دفعه زارمانی میکنم. یکی در اول مجلس، یکی در اخیر مجلس. و دیدین ماشاءالله روش صحبت شم نه که به اصطلاح آبیانه ما میگه پاش دکتران گپ میزنه. گرچه آدم خیلی الحمدلله از نزدیک ببینیم خیلی نرم، مثلا میدم پشت منبر قرار میگیره بسیار ماشاءالله پشت جلسه گپ میزنه. چی چیزی باعث شد غیبت و ساده رو مجبور بکنم؟ استاد راسخ میگم ما چند تا مولوی ها بودیم، هر وقت که میفهمیدیم در یک جای جنازه شده به یک دیگه زنگ میزدیم که حالا اسقاط جون هست. کار جون هست خدا برای زانه که در آمد چی چیزی اینا رو ساخته؟ خلاص پس کافی نیست تو بیایی بری ما برش حدیث خانم نگه با ما چی قبول نمیکنم خلاص. نه، او باید قناعت بکنه که آنچه تو میگی حدیث است. او به عنوان حدیث است تو قبول نمیکنه. این حدیث است. تو از این مولویا که شد او مولوی آن لنگی او چاپان بگی
نه این گپش غلط است. خب پس ما باید چی کنیم؟ این مردم بفهمین. یک گپ و خلاصه مردم بفهمین و چگونگی تعامل با مردم هم باید بفهمین. کافی نیست که ما بگیم که من خبرش گفتم میگه قبول نکن. بله حالت انسان ها فرق میکنه. بعضی انسان ها ممکن 100 سال قبول نکنن. ابو سفیان چه وقت ایمان آورد؟ ابوبکر چه وقت ایمان آورد؟ ابوبکر بگه سخن به پیامبر ایمان آورد. ابو سفیان بعد از اینکه 20 سال جنگ برای مقابل پیامبر رهبری کرد ایمان آورد. دقت کردید حالت انسان ها همین رقم است. هم گفتم همین جامعه خود ما هر کسی دفعه اول که قبول کردن نکردن، دفعه دوم قبول کردن، گاه وقتا چندین سال وقت گرفته یعنی که به گپ قناعت کردین. یک چیز موضوع دیگه ما تا خود شخص تحقیق نکنه با گپ دیگران نمیشه. پس گپی است که خود فرد قناعت بکنه. بیخی یک نفر قناعت نکرد. ما حنفی هیچ رفع یدین عمل نمیکنم. کاتم چی رقم برخورد میکنی؟ کاتم جنگ میکنی؟ حق نداری جنگ بکنی. حق نداری جنگ بکنی. من هم حق ندارم که تو جنگ بکنی. میگه پس فرق گپ در کجا میاد؟ من حنفی تا آخرم رفع یدین نمیکنم، آمینم بلند نمیکنم. تو حق جنگ ما داری؟ من هم حق جنگ با تو را ندارم. گپ ده چیست؟ وقتی من که تو جنگ کنم تو دیگه میگی ما مال دیگه حق جنگ ندارم. نه تو خودم متابع سنت میگیری ولو ما جنگ کنم تو جنگ نکن. اینی هم سنت است. میفهمید من چی میگم؟ تو با ما به خاطر چی مخالفی؟ به خاطر از اینکه من سنت پیامبر عمل میکنم. اگر من که تو جنگ کردم بر اساس جهلی که دارم تو هم بازم که ما جنگ نکن خود اینی سنت است. میفهمین؟ پس ما اینی سنت یاد ما رفته که عمل کنیم. میفهمین من چی میگم؟ نه بازی رو تکرار میکنم. خب باز تکرار میکنم. این هم سنت پیامبر است که گاهی وقتا یک گپ مهم پیامبر 3 بار تکرار میکرد. اگر یک نفر بیخی قبول نکرد سنت که تو قبول نکرد تو میگی سنت سو میگی نه سنت و حتی که تو جنگ کرد تو که جنگ میکنی؟ نه جنگ نکردن تو کتش خودش سنت است و این سنت مهمتر از سنت است که تو عمل میکنی. به خاطر از میفهمین گپ مرا؟ پس حکمت باید پیدا بکنیم. حکمت میره میگه اگر من خطا نفهمیده باشم. میفهمین؟ و هر قدری که انسان در دعوت خودش و در عمل خودش حکیمانه رفتار بکنه گپش و عملش در دیگرها هم چی میشه؟ موثرتر میشه. هیچ وقت نشده که در نتیجه جنگ نفر به این سنت عمل کرده باشه. همین کسایی که شما امروز هستین اگر یک نفر پوست بغلتان تو میپراندازه میوه بیا امروز تو اینجا میبودی؟ چی چیزی باعث میشه نفر گپ ما را بپذیره؟ آیا جنگ کردن و بدموشی کردن و چاقو کشیدن یا نه حلیم بودن و بردبار بودن و اخلاق نیکو داشتن؟ کدامش باعث میشه؟ من پیش رفتم در موجود توضیح میکنم گفتم شو عرق جان یک سلفیشن گفت که چاقو است توش سلام ماشاءالله. پس بفهمین این نمی حالته. یعنی چی؟ یعنی حالت خودتانه سر دیگرها هم امو عذر ده که خودتان دارین به دیگرها هم عذر بتین و امو نوع تعاملی که از دیگرها توقع داشتین خودتان امو عمل بکنین. یک دفعه یک کسی من پرسان کرد در پانتون گفت استاد امی تو گاهی وقتا شاگردا زیاد پشت تو درسم که درس میدی تا آخر پشت میان که استاد فلانی به استاد فلانی به چی گپ است؟ من نه دارم چندان شوخی کردم چندان اخلاق. گفت خیلی چی با چی معیار برخورد میکنی؟ در صنف من گفتم ما هم شاگرد بودیم. من به عنوان یک شاگرد که خود مثلا یک استاد میاد از اینی توقع را داشتم. به عنوان یک شاگرد آل وقتی به عنوان استاد دستم میدم توقعی را که یک شاگرد داره اون نمونه را رعایت میکنه. همین گپ است. شما نمیفهمیدین. کسی که شما را دعوت کرده ازش چی نوع توقعی چی نوع برخورد داشتید؟ عین اون نمونه توقعی را که خودتان داشتین که شما شود اون نمونه توقع را خودتان در مورد دیگران باید عملی کنین. گپ حل. متوجه شدین منظور مرا؟ و مردم حالتش وضعیت درک بکنین. خب دیگه استاد من در پاکستان خیلی وقت مثال بریاویا و دیوبندیا و پادریا یا یک حدیث مشهور در نمیفهم که صحیح یا نمیگه پیغمبر در مجلس شده بود 3 فرقه کال جنتی داخل میشه هم 3 و هم یک نفر داخل. آیا این حدیث صحیح؟ بله. ادامهش چیست؟ ادامهش بازم اونجا یک صحابی بوده گفته او من تو نمازها میخوانم و تو چیا میکنم هیچ رقم جنتی شد از من تا حالی صاحب معلوم نیست.
میره تا خانه از تعقیب میکنه چند شب که وی چیز نمیکنه شب میره قرار خواه خودم میده نماز میخونه خواه خودم میزنه بعد روز سیوم سه شب تعقیب میکنه روز سیومش میره میگه تو چرا خموده مسی پیغمبر سر تو سه پیره گفت تو جنتی ما یک پیرام نگفت در حالی که ما تو سجده میکنم ما تو شوار تیر میکنم باز گفته بود آخر که تو ما والا وقتی خواب میکنم در دلم هیچ کدام چیزی از بندای خدا رو نگاه نمیکنم دقیقاً کدام قسمت از این گفت کدام قسمت دیگه تعیین نیست. بله شخص میاد وارد مجلس پیامبر مثلا اشاره میکنه به یک جنتی است. او صحابی نمیگه که من نماز میخونم تو صحابی رقم کار نمیکنن دل خود استاد میگه اما دل خودم صحابه تو نمیکرد یعنی من میفهمم این رقم روایت میشه اما در حدیثی نیست این در حدیث نیست. بله میگه بعضی همین روش بیان حدیث نیست. یک دقیقه قسمت یک دقیقه مبالغه میکنه که در حدیث است تو فکر میکنی در حدیث است. صحابه میگه گفتیم باشی کدام عمل خیری را داره که من هم عمل خیر را در خود ایجاد بکنم. میگه وقتی رفتیم دیدم که عبادتش هم عبادت است نماز میخونه تو نبود که خواب میکردن اونها تهجد خود صحابه من فکر نکنم کسی از صحابه تهجدش قضا بوده باشه مثل که از ما فرضی قضا میشه. دقت کنید خب میگه یک عمل خاصی رو من پیدا نکردم از اعمال عبادات ظاهریش پیدا نکردم. بعد از پرسان کردم که چیز میگه گفت که بعد قلب خود نسبت به کسی کینه ندارم. بله دقت کنید پس اینی مفاهیم عمیق تر است که نیاز است دقیق تر بفهمیم اون رو رعایت باید بکنیم. اونایی که گپ زدن نفاید با دوم باز گپ نزنن باز دیگه دفعه بعد خود گپ بزنن. از این تمام گپایتون همین فهمیدم ساز که اولویت‌ها رو متوجه زیاد باشیم. گو عقیده است اول عقیده رو جور کنیم. بله. کل چیز جور میشه. دومی که استاد همین اصول دعوت رو بفهمیم. همین دو گپ. دیگه گپ دیگه چیست که شما با مردم در تعاملتون با مردم سنت ها را رعایت بکنین به خاطر یک سنت. در تعاملتون با مردم سنت های پیامبر را رعایت بکنین به خاطر یک سنتی که دارین. عمود تعامل را بکنین که پیامبر میکردن. طبعا گناه بسیار کلان دیگه است. اگر سنت هم ترک شود و به خاطر اسلام کار نشه گناه خیلی خطرناکتر است. ما میخوایم که هم سنت عمل شود و هم دیگه چی شود؟ دعوت به طریق درست به طریق سنت شود. خود دعوت به طریق چی شود؟ سنت شود. اینو ما میخوایم. آیسا بفرمایید. یکی تو موضوع سنت است که دو حدیث آمدن که مثل رفع الیدین و نکردن. اصل ما در خرافات و بدعت است. بله. ما در مقابل کسی که خرافات میکنه و از نزدیک‌های ما میباشد یا بدعت میکنه روابط ما با این چه رقم باشه؟ اگر ما با این یک جای شویم اونا از ما خوش هستن با ما همکاری میکنن و دوستی هم میکنن. اگر ما با اینا قطع نگم شما رو گرفتم. و این مجالسشان ما ترک بکنیم و اونا با ما قطع سری رحمی میکنن. آیا مردم افغانستان در این مورد چی بکنن؟ دقیقاً اینجا یک باریکی مهم است. این شناختش مهم هست. ما برای او مردمی که در خرافات و در بدعت ها واقع شده قطع صله رحم نمی کنیم، قطع ارتباط هم نمی کنیم، اما در مجالس بدعت هایشان نمی باشیم. دقت کنید. من میفهم میکنم. ما میرم میگم اگر شما در مجلس ناجایز یک نفر نرفتین او در مجلس شما نامد خیره که نامد خود تو در خانهش برو در یک مجلس دیگه باز دعوتش بکن. به همین خاطر از رسول الله صلی الله علیه و آله میپرسن که یا رسول الله یک نفر خانه ما نمیاد ما چی کنیم؟ پیامبر مثلا گفت تو برو سل من قطعک. پس ما باید با مردم ارتباط خود قطع نکنیم، اونها را دعوت بکنیم. خب این گپ ما به معنای نیست که در مجلس گناه هم اشتراک بکنیم. نه در مجلس گناه اشتراک نکن. یک نفر روسی گرفته در روسی دنبک دولک است تو اشتراک نکن، اما دیگر روز برو برش بگو تبریک باشه اینا تو بخیر روسی کردی اینی هم یک توفگکت. خب این کار تا اگه این رقم بکنی خوب است. این کار را بکنی. دقت کردین؟ یک نفر یک مجلس ناجایز گرفت، در مجلس ناجایز نرو. یا اگر میتونی میفهمی که اگر ما برم در اونجا موثرم باز دمون جمع برو موثر هستی دعوت میکنی. اما اگر میفهمی بودن نبودن ما کنم فایده نداره دمو مجلس نرو. دیگر روز برو در خانش، دیگر روز برش برو تو در مجلس گرفتی خیر ببینی الله متعال مبارک بکنه یا نه بخیر بچه را زن دادی نفهم دخترش دادی اینی هم توفیق. خیلی کار خوب است که همین گناه را در کارت نگیری فلانی کار غلطه تا ترک بکنی رقم بکنی. در این رابطه گپ از برادر که دعوت مردم اجابت بکنه منک چند روز پیش در منطقه ما همین تو جای ختم قرآن بود به حساب جامعانه حال نامش بزرگتر بودن ختم در حسش خیرات است صدقات خیرات. یکی از برادرها گفت فلانه جای از دوستا از خیرات کرده ختم است نمیری ما حتی خفه نشیم
یک دو سال میشه خیرات خوردن بس کردیم. خب ما خیرات خور هستیم. گفتم پس همین چی هست؟ گفت تو بیا که بریم قدم مولای مسجد این موضوع رو پشت روی میکنیم و ثابت بکنیم که گپ چی هست. پشت رویش میکنن لوگاریاش هستن. وقتی پیش مولا صاحب مسجد رفتیم گفت که چطور گپ است یعنی تو ختم و خیرات بد میگی و تو میگی. ما گفتم ما بد نمیگم. ختم یا صدقه و خیرات به مستحقش داده شده. بله. گفتم که نه چطور است این موضوع. ما گفتم ببین خوردن صدقه مستحقش کی است؟ آیات قرآن است. خوردن حق یتیم ثواب داره؟ گفت نه حرام است. خوردن حق مظلوم گفت حرام است. خوردن حق بیچاره حرام است. خوردن حق مهاجر، خوردن حق بیوزن گفت همگیش حرام است. ما گفتم پس آیات قرآن چی میگه که این مستحق صدقات خیرات کیا هستن؟ آیا تویی که سه وقت بهترین نان میخوری و بهترین خانه را داری، بهترین امکانات زندگی را داری، مستحق از خیرات تو هستی یا فقیر بچونه؟ بازار دقیقاً حال بسیاری از خدمه مردم که مطالعه 2000 خود میره. دقیق فهمانده شود گپ به مردم. دقیقاً گپ شما درست است. پس اگر ما در جای رفتن ما ولو مجلس اصل مجلس صحیح نیست اما رفتن ما یک موثریت داره، باز اونجا میری گپ میزنی. الحمدلله گفت تعداد زیاد دوستان الحمدلله میفهمم. خلاص مردم زیاد مردم قبول میکنه ولو کسی که قبول نکرد دیگه. اون دوست دارم دعوت بالا بگین. و علیکم السلام و رحمت یکی از برادرها گفتن که برادرها این سطح نماز که بحثا میکنه جماعت باید هم کم نصیب بگیره دیگه شامات هم بسیار با برخورد نیک و هم چیز است. باز ملایمان ما برای شکرات رسیدن که مردم ها سکنه انتو میگن بازی رو در نماز گفتن گفت که 4 سال داده گفت که رو برادرها این کار شما درست است این سنت است مگن گفت این کار شما در معصد ما توجیه به امام ابو حنیفه کسی که دست خود از سر سینه میگیره او از مادر خود تکلیف میکنه نعوذ بالله من ذالک و کسی که پای خود از چاپ میگیره نعوذ بالله من ذالک چیزش میره گفتی ما مطمئنم که از ما نمیره شما دلتان امی گپ این ملایمان بر اساس جهل است یا بر اساس علم؟ جهل. یک گپ مهمه بفهمین. خود نام کافی نیست که شما بگین فلانی ملاست دیگه. منظور از علم دانش است که یک نفر نداشت ولو نامش شیخ الاسلام و نمیفهم دخوت گرچه بله من کار نمی کنم برای ازی که در جامعه مردمای عنادی نیستن خصوصا در بین کسانی که منسوب به علم حداقل درست است که گپ کامل نمیفهمند یک بخشی از گپ اونا میفهمند. دلیل گپشان است که مصالحشان به خطر میفته. مصالحشان چی میشه؟ به خطر میفته. دقت کنین بسیاری از ملایان که خودم شیشته کتمه دیگه گپ زده پیش مردم دیگه گپ زده. کتمه یک گپ میگه ملاز به خاطر چی؟ چند علت وجود داره. یکیشان خود گپا رو واقعا نمیفهمن. یعنی درست است نامش مولا هست نامش عالم مثلا حقیقت نمیفهمه. یک ایدهشون میفهمن که خب ما در یک جای آمده مثلا 20 سال امامت کردیم. با مردم یک گپ نگفتیم. آل یک بچه جوان آمده پیدا شده به نام وابی ما هم میگم به حال گپ ایست که مردم میگن تو احمق دی 20 سال چی نگفتیم. به خاطری که خود از ملامتی مردم بکشن میگن یک گپ دیگه چیز خود آلی وابی خود نادمی میگه گپ نمیمونه که تو بگی پایت دور بگی خلاصه. دیگر روز میگه که خب تو خیراتم نخو خیرات بون ما مستحقین. خوب بیچاره خط دقیقاً هفته 2-3 روز در ختم خبر است دیگه. از 2 پیازه دور میمونی یک امتاز اینه کاری سیم از 2 پیازه بیچاره رو میمونی ده هر هفته حداقل بر مولویات حداقل 500 روپیه البته در ختم. خب 1-2-3 هزار روپیه دور میزنی یک گپ زیاد چیزا میمونه. آلو بیچاره چطور کنه؟ دقت کردین
تو اوتونم نش که باز دگرش بالا میگه که خودم نگی او بیچاره باز یک تاوان نگاه میکنه. اینا اینی یک بخشی از کسایی رقم هستن. متوجه شدین؟ یک بخش دیگه که باز دیگه گرم نیستن، اونا باز یک جنجال دیگه گیر ماندن. اگر مردم اونا رو وابی بگه تو نیست که با الهشون میته. این که وابی شد حتما دارش هم هست. اینا دیگه خیلی از ملاهایی که از این جنجالکای خورده ریزه خلاص هستن، از اینی که باز بخی میترسن. و متاسفانه بله تعامل غیر عاقلانه یک عده از مردم در جامعه می رقم است. پیش از اون هم رقم فرمول جور شده. اول از این هم میترسن. پس هدف ما است که موانع بسیار زیاد وجود داره در جامعه ما، هم در مقابل علما و هم در مقابل چی؟ مردم. ما اینمی موانع را سنجیده عمل بکنیم. فهمیدین؟ پس تنها کافی نیست که شما بگید فلانی ملاست، خب بلاست دیگه خلاص اون گپ فهمید. واقعا صاحب این دو سوال اول که با شما بگین بفرمایید. بله. دستو اینی موقعیت و سنجش و حالت داره. شما در جای هستین که بفهمین عمل با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله انگیزه ایجاد میکنه و مشکل کلان اجتماعی جور نمیکنه، گپ به حرام نمیرسه، بله عمل بکنید. اما اگر میفهمین که نه این خود نه تنهایی که من سنت بکنم کس عمل نمیکنم، مرا میزنن جنجالم میخزه، کدام مرتکب کار حرام دیگه میشیم، ده اونجا باز موقتا ترک میکنین، دعوت فردی رو ادامه میدین. دقت کردین؟ پس موقعیت باید بسنجیم. وکی صاحب بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. در اکثریت مساجد تمام روز ما معاملات ما با مردم، معامل ما با مردم به شکل عادی هست. هیچ اصلا بالای از این موضوع اندکترین اتفاق هم نمیکنیم. متدادیش جزبی متدادی تفسیر جزبی رو مد نظر نمیگیریم. بله. وقتی به صف مسجد میگیم اونجا باید نیم متر فاصله میگیریم. چرا چی گفت از کرونا؟ و اگر در حرم شریف یا بلد الحرام چیز را میگیم و توصیه طبی را تمام موضوعات روایت میکنن. حتی بالای از همون اختلاف شیخ مسلم الهبات میگه که حکم نماز انفرادی داره. حالا به این مسجدایی که فعلا بطور یک چیز است، اگر بگویم میگه کرونا نزدیک بریم میگیز است چرا؟ جماعتش کنه انسان یا نکنه، اگر بگویم خوب، ولی اگر نکنیم اون یک چیز دل آدم میباشد. دیگه حالت گرچه فکر میکنم فعلا این وضعیت شاید حل شده باشه، یعنی حالا در مساجد ما ندیدیم که اگر باشه باز درست نیست دیگه. پس اگر اینطور بوده باشه که یک نفر در هیچ جای دیگه این کار نمیکنه تا مسجد جانش میکنه، این درست نیست و نباید این کارا بکنه. اما اگر یک نفر بله البته خب الله تعالی مریضی رو اول دور بکنه از جهان اسلام، از همه دنیا دور بکنه، اما در حداقل در افغانستان اون جدیت و خطری که در اوایل بود الحمدلله نیست و ان شاء الله که برطرف شه. گرچه احتمال از وجود داره با سردی بیشتر شه، ولی الحمدلله فعلا حداقل در رسانه‌ها آدم نمیبینه ایره و عملا هم روزهای اول حداقل فیسبوک میرفتی تا میرفتی نفر مورد پا نمیرفتی نفر مورد. حالا الحمدلله خطر نیست، اما اینکه یک نفر در هیچ جای دیگه رعایت نکنه در مسجد باز بله کار درست نیست. بله ترکش کرده اشتراکش در اون حالت هر حالت ان شاء الله اجر داره. شما اونجا میرین به قصد سنت پیامبر مثلا ولو دیگرا رعایت نمیکنه، شما به خاطر نیتی که دارین ان شاء الله الله اجر براتون نصیب کنه. یک موضوع دیگه این موضوع رفع الیدین اسلامین بجال از اکثریت دوستان خمسای ما کم مشکلات شبکه‌های مخابراتی هم هست. ما خب علم زیاد هم ندارم، اگرچه هیچ علم ندارم، بعض دوستان الحمدلله در حدیث دسترسی دارم، یعنی چون در کتاب‌های حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که اسناد جز دین است. الحمدلله کسایی که مخالفت میکنن با اسناد و با ثبوت و با دلایل از قرآن و حدیث حق ثابت کرده میتونیم. و در این موضوع رفع الیدین آمین بجر هم در منطقه یک روز همیش سر صدا و جنجال شد، گفتند که اگر تو حق هستی ملا باطل است، اگر ملا باطل است تو حق هستی رو باید واضح بسازیم. موضوع رو بردیم کتاب های حدیث، گفتم ما فقط آدرس میگم شما پیدا بکنید بخوانید برای مردم تفسیر بکنید. 35 یا 40 نفر از امروز سفیدا بزرگوار نشسته بودن. وقت شروع کرد خواند آدرس ها رو برش گفتم از چند کتاب حدیث همونجا کشید گفت است، گفت مگر در مذهب ما نیست، گفتم در دین است، گفت است. الحمدلله این موضوعی که در منطقه ما بود حالا برطرف شد، کسی مخالفت جاری نمی‌کنه. یک تعداد اصل هدفی است که یک تعداد از برادرای دیگر در این موضوع جنجال میکنن، دسترسی ندارن
باز تماس میگیرن که آدرس چه برای ما روان. ما به خاطر بیشتر گفتم اول علم حاصل شود باید. یک گپ دیگه را من می‌خواستم بگم، این نکته هم نکته مهم است و بعد از باز به خطبه شروع وقت میتیم. کسی آمدن از استاد حکیمی؟ ما این گپ توضیح بدم. سعی کنیم بحث به تعبیر علمی ترش اگر بگیم ما فقه اختلاف باید بفهمیم. فقه اختلاف باید بفهمیم. اختلاف در باب مفاهیم سنت ها به معنای از این است که نفر مقابل حتما باید کلمه باطل برش اطلاق بکنه. این درست نیست. برای یک نفر میگی به نظر ما اینی قول راجح است و قول شما مرجوح. این دیگه معنا داره تا اینکه بگی ما به حق هستم تو به باطل. این دیگه معنا داره. ما میفهمم. ما هدف من بود که میگه مفهوم میگه تصحیح باید شود. دقت کردین؟ یعنی اگر یک نفری در باب اولا و ترک اولا با ما مخالفت کرد، این مخالفت ما به معنای این است که حتما نفر از این برآمدن. مشکل گپ خود مذهب مشکل نداره، تعصب مذهبی مشکل داره. پس ما باید در مقابل تعصب مذهبی به اصطلاح دعوت برای اصلاح از این گپ بکنیم. این چگونه باید باشه، چی حالت داره؟ یک موضوع است که در مورد چگونگی پیروی از مذاهب یک بحث گسترده است، از مباحث اصول فقه است. در وقتش ان شاء الله تفصیلی گپ میگیم چون وقت برای خطبه کم مونده. جزاکم الله خیرا برادرایی که وقت برای صحبتشان نموند، ان شاء الله ازشان معذرت میخوایم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب